و اما راجع به کلاژنی که به صورت خوراکی داره استفاده میشه یا به صورت مایع هست یا به صورت قرص هست، فکر کنید که این کلاژن مثل تمام پروتئین ها وارد بدن میشه، بعد از راه روده ها جذب میشه و قراره که بره و تو جاهایی که نقش داره مثل تاندون ها، قزروف، عضلات و جاهایی که هست در واقع بره و ایفای نقش بکنه. فکر کنید که آیا هیچ راهنمایی هست که بگه چون این کلاژن رو برای پوست خوردی باید بیای حتما بری تو پوست و چیل و چروک پوست رو کم بکنی؟ هیچ چیزی وجود نداره، یعنی هیچ تضمین، هیچ 100% وجود نداره که این کلاژن خورده شده حتما بره تو پوست. همه جای بدن میتونه بره. در نتیجه فقط در واقع یک پول اضافی هست، در واقع یک تبلیغات خیلی اشتباه هست که داره انجام میشه و خیلی هم به اشتباه دارن به دام این تبلیغات میفتن و کلاژن رو استفاده میکنن و فقط با مصرف کلاژن در واقع ادرار خیلی غنی‌تری پر از اوره و کراتینین و چیزهای دیگه خواهند داشت.